به نام خدا، مهدی خدابخش هستم. از اساتید مجموعه آموزشی مهندس تقی‌زاده. خب حتما کار آزادی که خب تقریبا فکر می‌کنم 3 سال پیش بود که استارتش زده شد و شاید مثلا به صورت تیکه تیکه کار کردم و نمیدونم دقیقا چقدر طول کشید زدنش رو دیدید و من میخوام که توی این آموزش توی چند تا پارت انشالله بیایم صرف تا صد این پروژه رو با هم دیگه ببریم جلو و بتونیم حالا استارتی بزنیم توی پروژه های شما. حالا نه اینکه صرف هم بخواین آزادی رو مدل بکنید، بیشتر برای اینکه شما تکنیک ها و ترفندهایی که توی این رندر انجام شده رو ببینید. خب من اینجا یه سری از رندر هایی که از آزادی گرفتم رو می نشونتون میدم که حالا اگه دوستانی که ندیدن بیشتر آشنا باشن با این پروژه. خب این یکی از رندرها هست که از آزادی گرفته شد و میشه گفت اولین رندری که از آزادی گرفتم در واقع 3 سال پیش این رندر بود. خب جدیدن هم یک رندر دیگه از زاویه خیلی نزدیکتر ازش گرفتم و خب رندر پست پرو شده، این مقدار المان هایی توی کار اضافه شده که فواره ها هست، اون پرسوناژ هایی که توی کار هستش و آسمون بک‌گراند کار رو من توی فتوشاپ اضافه کردم و مابقی چیزهایی که دارید اینجا میبینید همه مدل شده. این همون ساختمون های پرچم ها و درخت ها همه کاملا مدل هستش. خب باز رندر های دیگه ای هم اینجا حالا با یک پست پرو متفاوت هست و این همون رندره و یک رندر دیگه هم که جدیدن اون رو گرفتم و احتمالا زیاد این منور دیدینش رو میتونید اینجا ببینید که از یک زاویه نزدیکتر هستش. خب میخوایم که من چند تا عکس خود آزادی رو هم آماده کردم اینجا گذاشتم که موقع مدل کردن بتونیم از روی این عکس ها به هر حال الگو بگیریم و سعی کنیم مدلمون تا جایی که میشه به شکل اصلی نزدیک باشه. خب بریم سراغ بحث مدلینگ این کار. خب برای مدل کردن این کار من روش لوپولی رو انتخاب کردم که با استفاده از صفحات بلوپرینت یا عکس های بلوپرینت آزادی به شکل دقیقی بخواد مدل بشه. خب و پس ما احتیاج به یک سری عکس بلوپرینت داریم. من این عکس ها رو قبلا اینجا آماده کردم. خب به هر این پروژه مال 3 سال پیش بود. من در حال شاید بگم 3-4 ساعت فقط وقت گذاشتم که بتونم دور این عکس ها رو پیدا بکنم. خب این عکسایی که اینجا میاد همه قابل استفاده برای بلوپرینت هستش. عکسایی که از نمای بغل، از نمای روبرو و نمای بالای این میدان آزادی هستش که میتونید پترنش رو ببینید، اون نقشش رو ببینید و از روی این نقشه مدل بکنید. خب این یک بلوپرینت کامل تری است. اینجا در شما میبینید و از یک سایتی گرفته شده، دقیقا اسم سایتیش رو یادم نیستش و با یه سری تغییرات من این رو به این شکل در آوردم که تو این تغییرات در اون مقرنس زیرش یا به عبارت اون کاربندی هایی که زیر آزادی هست که به شکل یک زی نسبی برعکس انجام شده و 2 تا نقشه که اینجا دارید از در واقع اون محاسباتش میبینید که اینا رو از یک پی دی افی در واقع استخراج شده که مربوط به آزادی هستیم که ابعاد اندازه چی هست، به چه شکل کار شده، چه سنگی کار شده و که قوس ها چطوری محاسبه شده. خب اینجا شما میتونید ببینید سنگ ها چطوری روی هم قرار گرفتن. اون زی نسبی زیر رو میتونید ببینید، کارمندی هاشو و قسمت بالاش همه اینجا مشخص شده. خب چیزی که من الان اینجا با بلوپرینت خودم میکسش کردم این عکس هست که در واقع تقسیم بندی های اولیه هست. خب این تقسیم بندی ها توسط یک تقسیم بندی روی خطوط به هم دیگه وصل میشن و یه همچین شکلی درست میکنن. یعنی در واقع خط ها که به این شکل به هم دیگه وصل میشن این خطوط ایجاد میشن. حالا باز این شاید الان مقدار پیچیده به نظر بیاد ولی روی کار کامل براتون توضیح میدم. خب
پس در نهایت اینها شدن این عکس بلوپرینت و در واقع از این عکس ما میخوایم استفاده بکنیم تا آزادیگون رو مدل بکنیم. خب اولین کاری که باید انجام بدم یک سری صفحات توی مکس رو من ایجاد بکنم. من باز توصیه میکنم برای اینکه این آموزش رو بهتر درک بکنید توی کانالمون سرچ بکنید مدل سازی زاها حدید. یک کاری میاد که یکی از پروژه زاها حدید حیدر علیوف اون توی کانال گذاشته شده و با همین روش مدل شده. خب یه مقدار سبکتر از آزادی است ولی به شما کمک میکنه که بتونید آزادی رو بهتر درک بکنید و مدلش بکنید. خب توی مکس من وارد میشم و یک سری صفحه ایجاد میکنم با پلین. میتونم تو نمای روبرو اولین صفحه ایجاد بکنم به این صورت. خب این صفحه باید ابعاد مشخص خودش رو داشته باشه. خب توی پارامترها من ابعاد آزادی رو بهش میدم، این از لحاظ ارتفاعی و از لحاظ عرضی. ابعادی که آزادی داره، خب آزادی 45 متر در 66 تقریبا هستش که عرض یال بزرگش هستش، قطر بزرگش. خب این میشه صفحه اول من. این جی رو هم که میزنم گرید پشت رو حذف میکنم. خب یک متریال رو من اینجا قبلا حاضر کردم، متریالی که با صفحات مختلفی باید داده بشه. خیلی ساده اتفاق میفته. این متریال فقط توی دیفیوزش یک مپ میگیره که این مپی است که شما در واقع باید به اون صفحه بدید. ببینید به این صورت. خب من برای اینکه این رو شما بهتر درک کنید از اول خودم متریال براش ایجاد میکنم. یک متریال خام رو بهش میدید توی قسمت دیفیوز و در واقع عکس بلوپرینتمون رو روش ایجاد میکنیم. خب توی قسمت بیت مپ خب این بلوپرینت رو انتخاب میکنم و شو رو میزنم که روی این تصویر بهتر دیده بشه. برای اینکه کیفیت بالاتری رو داشته باشه میتونیم این رو توی قسمت ویر امترتون به حالت ریالیستیک خودش رو ریالیستیک قرار بدین که کیفیت بهتری رو بتونید ببینید. خب من توی مپش میرم و کراپش میکنم چون از کل این تصویر من فقط نمای روبروی آزادی رو احتیاج دارم. ویو ایمیج. خب برای اینکه این ویو ایمیج درست عمل کنه اپلای رو هم باید براش اعمال بکنیم. خب من این رو میام به این صورت نزدیکش میکنم. به این صورت. خب ببینید که این آزادی کامل فیت میشه توی کار من. خب بهتره این خیلی دقیق تر هم باز انجام بشه. منتها برای دقیق تر شدن شما میتونید در واقع این کار رو با این عدد اینجا انجام بدید. خب یو و وی که ورتیکال و هوریزونتالش هستش. خب من یو رو مقدار بعد جا به جا بکنم تا این ریفرش نمیشه. حالا میتونید یک بار توش بندازیم تا ریفرش کنیم. خب این رو کمترش میکنم به این صورت. خب یک مقدار بسیار. خب تقریبا آزادی توی وسط این قرار گرفته و کاملا فیت شده داخلش. خب من میتونم یک کپی از این صفحه بگیرم که با روتیت و انگل اسنپ میتونه 90 درجه کاملا بچرخه و عمود بشه به این. خب یک کپی از متریالم میگیرم، اسمش رو تغییر میدم و میدم به یکی صفحه و توی قسمت مپس ویو ایمیج و کراپش رو تغییر میدم. برای اینکه کراپ من تغییر نکنه، نسبتش تغییر نکنه، همین رو مووش میکنم روی این کام به این صورت که اون نسبت رو تغییر ندم. برای اینکه این شکل بیاد به وسط قرار بگیره میتونم خود این صفحه رو من موو کنم چون برای این قسمتی شکل زیاد دیتیل و جزئیاتی ندارم. خب این رو هم کاهش نمیدم چون اگه این کار رو بکنم ممکنه که شکل من یه مقدار کش بیاد. برای همین میذارم تو حالت قبلی خودش بمونه، یعنی هم حالت بزرگ خودش بمونه که این شکل درست در بیاد. خب این در واقع به همین ابعاد که اینجا ما کار کردیم، به همین ابعاد و اینجا همش. خب این شکل رو من
حرکت میدم تا وسط این آزادی من دقیقا بیاد محل تقاطع قرار بگیره. خب این رو ببینید که به این صورت ما ایجاد کردیم. این از این نما بخوایم نگاه بکنید که نمای رایت شما هست و نمای فرانت شما، میتونید کاملا این جسم رو از دو سمت ببینید. خب حالا باید قسمت بالاش رو ایجاد بکنیم. من باز یک کپی از این متریال میگیرم و یک صفحه هم این پایین ایجاد میکنم، یک پلین به این صورت. خب ابعاد این پلین رو تنظیم میکنم. این صورت تا کامل روی این قسمت بشینه. خب مپ جدید رو بهش میدم و اسمش رو عوض میکنیم و توی قسمت مپس ویو ایمیج اون قسمتی رو که برای نمای تاپ هست رو من روی این قرار میدم. میتونم در این رو به همین صورتی که هست بذارم باشه که حالت کشیدگی براش به وجود نیاد و خیلی راحت بتونه اینا با هم مچ بشه. خب از هر دو طرف باید این هم در واقع مچ شدگی رو داشته باشه. برای این کار میتونم این نما رو بیارم روی گوشه. ببینید ما این رو از نمای لفت میخوایم ببینیم، پس من این رو توی نمای لفت میارم روی اینجا قرار میدم. خب ببینید از یک طرف من نمیتونم این در واقع پلین های خودم رو ببینم، میخواد حالت ریالیستیکه. کاری که میتونیم بکنیم همه اینا رو انتخاب بکنیم، بهشون یه مودیفایر شل با یک ضخامت 1 سانت رو بدید که بتونید کامل اینا رو از هر دو طرف ببینید. خب من اینجا میام چک میکنم این دوتا با هم رسیدن یا خیلی. تقریبا اوکی هست، یعنی میشه گفت که اینا توی یک راستا قرار دارن. یه مقدار میتونم این رو در واقع جمع جور ترش بکنم به این صورت. و الان دیگه کاملا فیت شده. یاد این باید بازتر بشه. بله خب این کار تموم هست. یعنی اینجا من تونستم این شکل رو خیلی خوب فیتش بکنم که بتونیم ادامه کار رو به راحتی انجام بدیم. باز از این سمت هم اینو تقریبا با هم فیت هست. یه مقدار باید از این در سمت جمعش بکنیم به این صورت. خب بله الان کاملا درست هستش. یه مقدار کم. خب میتونم کارم رو شروع بکنم اینجا دیگه. تا این قسمت کاری ندارم. حالا بعدا میرسیم به قسمت کارمندیش که اون باید باز 2 تا متریال دیگه تعریف بکنیم. خب اول از نمای فرانت کارم رو شروع میکنم. شما میتونید از نمای تاپ هم این کار رو شروع بکنید. تو نمای فرانت من باید یک پلین اولیه روی کارم بکشم. اگه بخواید تو نمای تاپ این کار رو بکنید میتونید شروع در کار خودتون حتی با یک لاین انجام بدید. ببینید من اینجا یک لاین رو میتونم بکشم از وسط شکلم به این صورت دور قسمت بالا تا اینجا. خب اینجا این شکل رو باید یاددار مرکزش رو جا به جا بکنم. مرکز کاملا توی مرکزش قرار گرفته. خب این خطی که من اینجا کشیدم در واقع خط بالا هستش. تو نوع فرانت میتونم این رو بذارمش اینجا توی این لول ارتفاعی و با یک اکسترود تابع اکسترود به این یک ضخامت بدم و تبدیلش بدم به یک صفحه به این صورت. خب کانورتش میکنم به ادیت پلی. یه آلت ایکس رو میزنم که حالت شفاف با خودش بگیره، بتونم عکس زیر رو همچنان توش ببینم. خب میتونم ورتکس های پایین رو بگیرم و اینها رو مووشون کنم به سمت پایین تا برسم به جایی که قوس من داره شروع میشه. خب از اینجا میتونم دوباره یک کپی دیگه ازش بگیرم، یعنی قسمت رو بگیرم. من خیلی ساده میخوام رو انجام بدم، زیاد نمیخوام پیچیدش بکنم.
که شما بتونید توی خونه خیلی راحت رو انجام بدید. به این صورت رو میارم تا اینجا. خب حالا میرم تو نمای پرسپکتیو. دقت داشته باشید اینجا کار یه مقدار شاید پیچیدگی خاص خودش رو داشته باشه. من این ورتکس ها رو میگیرم، این دوتا حرکت میکنم، یعنی اینجا این خط نقطه روی این و این نقطه هم میاد روی اینجا قرار میگیره. این شکل داره از بالا قشنگ فیکس میشه روی کارم. خب یک سری خط دیگه هم اینجا هستش. من باز توی پرسپکتیو کار میکنم که خیلی ساده شما این رو بهش برسین. این نقطه در واقع انتقال پیدا میکنه به اینجا، این نقطه هم میاد اینجا و همین اینجا. خب این دوتا خط هم یاد باید بیان جلوتر تا این فضا اینجا رو پر بکنن، یعنی همچین شکلی رو شما در پایین دارید. در واقع ما چیکار کردیم؟ اومدیم شکل بالا و شکل پایین رو ایجاد کردیم برای شروع کار. راحت ترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه و بعد میایم حالا خطوط که بعد بین اینا به خود قوس ها تکمیلی بشه رو ایجاد میکنیم. خب این رو تو نمای لفت هم کنترل میکنم برای اینکه اینجا هم درسته خطا درست قرار گرفتن. خب تو نمای لفت میتونم اینها رو یه مقدار جابجا کنم، بیارم بالا تا به جای اصلی خودشون برسن. دقت کنید هر مرحله که دارید این کار رو انجام میدید سعی کنید تو یک جهت مشخص این کار بکنید. یعنی من اگر که توی این نما دارم فقط موو رو به بالا رو انجام میدم و چپ و راست رو انجام نمیدم، تو نمای فرانت در واقع موو رو بالا رو کمتر انجام میدم و بیشتر به سمت چپ و راست شکل رو تنظیم بکنم. خب تقریبا این شکل تا این مرحله آماده شد. بریم عکس آزادی رو ببینیم و یه مقایسه بکنیم. خب ببینید این قسمت جلو این تابی که اینجا خورده و خب اینجا میبینید که باید این رو ما در بریم، یه حالت حفره اینجا باید در برید، ببینید زین اسبی قسمت پایین و زیرش کار بشه. خب و توی شکل بغل هم که میبینید که اینجا صاف این خط اومده پایین و تا پایین رسیده از این سمت هم به این صورت و اینجا باز میشه و میرسه به صفحه بعدی که ما توی مکس اومدیم و به این شکل رو ایجاد کردیم. خب دور برمیگردم تو نمای فرانت خودم، یک سری خط رو من باید اینجا اضافه کنم. میتونم اینجا کانکت بگیرم، به این صورت یک یا دو یا حتی 3 تا کانکت رو میتونید بگیرید تا شکل نرم‌تر باشه. هرچی تعداد اینا بیشتر باشه میتونید رو قوس ها بهتر کار بکنید، ولی ممکنه یه مقدار تنظیمش سخت بشه. من با این 3 تا تقریبا کار رو جلو میبرم. خب اینجا این 2 تا خط رو 2 تا نقطه رو انتخاب میکنم، بعد بیان اینجا روی شکل به این صورت سوار بشم. خب باز این 2 تا نقطه، یعنی فقط دارم روی یالش کار میکنم و فعلا کاری به جای دیگه ندارم. به این صورت این 2 تا هم بیان روی این قسمت قرار بگیرم و این قوس من از اینجا شروع میشه و این که به این صورت تکمیل میشه. خب اینا باز یه مقدار شاید باید فشرده تر قرار بگیرم این صورت. خب تو نمای لفت باز کنترل میکنم خطوط رو. خب اینا باز این مقدار باید جا به جا باشن به این صورت به این شکل. از نمای لفت هم این یال رو من درست کردم. تو نمای تاپ هم میتونیم کنترلش بکنیم. خب میبینید تو نمای تاپ مشکلی نداریم و این کاملا درسته و شکل هم از حالت خودش خارج نشده. خب توی پرسپکتیو هم باز من کنترلش میکنم به این صورت. خب میبینید که تقریبا شکل در اومد و اون قسمت یال که پیچیده ترین حالت آزادی بود رو ما خیلی راحت از توی این در آوردیم و تکمیلش کردیم. خب بریم سراغ قسمت بعدی که در آوردن این حفره و تو رفتگی هستش. خب این تو رفتگی از کجا داره شروع میشه؟ ببینید شما توی قسمت پایین که میرسید شکل کاملا با قسمت بالا فرق میکنه و این تو رفتگی و جمع شدگی رو شما
دارید. خب پس میرم از نمای فرانت و با عقب بردن این نقاط این رو ایجاد میکنم. خب ببینید که اینجا باز برای اینکه قوس بهتری داشته باشیم یک خطی رو باید ایجاد بکنیم. من با یک کانکت این خط رو ایجاد میکنم. میتونم حتی مثلا اینکه بهتر دارم قوس رو در بیارم با 2 تا خط این کار رو انجام بدم و به این صورت اینا رو حرکت میدم. دقت کنید فقط به این قسمت کار داشتیم و خب روی قسمت دیگه ما کاری انجام ندادیم. به این شکل قوس رو من اینجا ایجاد کردم. خب میرم تو نمای تاپ، تقریبا یه ادیتی این پایین احتیاج داریم. تو نمای لفت رو باز کنترلش میکنم. اینجا تو نمای لفت هم باید این قوس در بیاد. علاوه بر اینکه خب اینجا ببینید که اتفاقی افتاده. خب در واقع این عقب نشینیه که اینجا اشتباها صورت گرفته. حالا نمیشه بهش گفت اشتباه ولی باید درستش بکنیم. خب شما این برای اینکه این رو درست بکنید ما تو نمای در واقع روبروی این کار انجام بدیم. الان تو نمای تاپ باید این رو انجام بدیم و به این شکل اینا رو من باید مووشون بکنم تا اون قوس من درست بشه. خب حالا میریم تو نمای بغل و این شیاری که اینجا هست رو وجود میاریم. خب ببینید برای این شیار من میتونم باز تقسیم بندی میکنم. این بار میخوام یک روش دیگر رو به شما نشون بدم و روش کات هست. شما میتونید به این شکل اون نقطه ای رو که میخواین از اینجا کات بکنید به این صورت. خب فکر میکنم صفحه رو من اشتباه گرفتم. خب نه ببینید این کاتری که من از قسمت لفت در واقع داشتم انجام میدم اعمال نمیشد و این دلیلش اینه که شما دارید رو پشت صفحه این کار انجام میدید. خب من میتونم این صفحات رو به صورت موقت انتخاب بکنم و فیلیپ بکنم که جلو و پشت صفحه تغییر بکنه و بعد من این کات رو اینجا انجام بدم. کات رو میزنم و به این صورت که الان دیگه بدون هیچ مشکل داره این کار انجام میشه. خب به این صورت این نقاط رو هم کمی باید جابجا بکنیم به این صورت. الان همه شکل درستی من دارم. حالا میتونم این صفحات رو اینجا پاک بکنم، یه کاری باشون ندارم و دوباره صفحات رو برمیگردونم به حالت اول یعنی فیلیپشون. خب این قسمت رو هم ما یعنی حفره که در اینجا هست توی این بخش آزادی رو هم اینجا ما ایجادش کردیم. حالا باید این شکلی که از آزادی به وجود اومده رو و یک رو در آزادی هست رو بچرخونیم و بقیه قسمت ها رو هم ایجاد میکنیم. خب من ترجیح میدم که پنجره های این بالا رو هم در بیارم و بعد این کار رو انجام بدم. خب یک سری پنجره اینجا داریم، این حالت مثلثی شکل هستش، اینا رو ایجاد میکنم و بعد این رو در این کار انجام میدم. خب یک سری خطوط هم ما روی آزادیمون داریم، اینا رو میتونید همین الان همین خطوط رو ایجاد بکنید. یعنی من بیام با یک سری کانکت توی خط موازی که اینجا از تا بالا ادامه پیدا میکنه اینا رو ایجاد بکنم. خب این خط ها رو میگیرم و کانکت رو میزنم و تعداد مشخص میکنم به این صورت تا با تعدادی که اینجا دارم برابر بشه. الان تعداد تقریبا برابره، این مقدار یک سری از جاها جابجایی نیاز داره که با پارامتر پینچ و اسلاید این کار رو انجام میدم. خب ببینید که این خطا ایجاد شد، منتها خطایی که ما توی آزادی داریم یک ضخامتی داره. من بخوام این ضخامت ها رو ایجاد کنم کافیه همین خط ها و کانکت هایی که ایجاد کردم رو یک چنفر بدم و هر خط رو تبدیل به 2 تا خط بکنم به این صورت
تا توی بالای کار یه مقدار ممکنه این شلوغ بشه و توی هم بره. من میتونم توی بالای کار دیگه این خطا رو ادامه ندم توی این قسمت که به اینجا در واقع میرسه. اینجا هستش، این تا اینجا تقریبا خطا تمام باشه، چون بالا فضای خیلی کوچیکی هستش و ببینید اینجا تقریبا حتی خطا داره به هم دیگه میرسه. من میتونم اینجا قطعشون بکنم که بالا مشکل برام پیش نیاد. اوکی. خب البته ترجیح میدم یه مقدار اینا بالاتر هم برن، تقریبا تا اینجا چنفر. حالا میتونم مقدار عدد چنفر رو کوچیک‌تر در نظر بگیرم که نه توی هم نره. خب و صفحاتی که اینجا ایجاد شده رو وقتی شما شیفت رو بگیرید این حالت لوپ رو به شما میده. البته اینجا یکم اشتباه کردم تو انتخاب. خب انتخاب یک پلیگون و شیفت و انتخاب پلیگون بعدی شما میتونید حالت لوپ رو توی پلیگوناتون ایجاد بکنید به این صورت. خب اینا یه مقدار باید حالت تو رفتگی داشته باشن یا اکسترود منهای 10 رو اینجا برشون میزنم. خب تو رفتگی اینجا هم ایجاد شد. خب این تو رفتگی توی قسمت بغل هم هست توی لفت. من میتونم توی قسمت بغل همین کار رو انجام بدم، این اچ اینجا گرفته بشه با شیفت کلی ایجاد تا بالا حالت لوپ رو خودشون میگیرم و کانکت رو ببینید دوباره این در 6 تا کامل شد. خب این رو اوکی میکنم، دوباره چنفرش رو میکنم تا یک ضخامت رو من بده. قسمت بانو رو اینجا باید بررسی بکنیم که درست قرار بگیره. خب این در واقع این قسمت میشه، شما اینجا رو در واقع ایجاد میکنید و خطاشو میبرید بالا به این صورت کناره. این قسمت هستش. خب این رو اوکیش میکنم و میرم سراغ قسمت بعدی کارم. خب توی نمای لفت باز ما بهتر میتونیم این رو ببینیم. این قسمت هستش، باز این خط ها رو من میگیرم شیفت خط بعدی و در واقع کانکت میزنم تا خطوط اونجا هم ایجاد بشه که در واقع میشه این کنار کار من و تو نمای فرونت هم میتونیم رو ببینیم. این قسمت میشه. خب کانکت. خب تعدادش رو شاید یکم سخت بشه اینجا دید، میتونم از اینجا تعدادش رو کنترل کنم. خب 1 2 3 و 4 تا در شیار هست که دو بالا ادامه پیدا میکنه. خب من این 4 تا شیار رو اینجا بذاریم اینجا هم بشماریم 1 2 3 و 4. اینجا هم 4 تا هست. خب این شکل بلوپرینت ما یه مقدار دارن اغراق کرده توی شیارهاش. خب شیارهای بیشتری برای من گذاشته. من به اجازه بدین این قسمت رو هم اصلاح بکنم، به جای 6 تا 4 تا بزنم. خب خوب شد که سریع فهمیدیم و اینا ممکن بعدا یه مقدار سخت بشه. خب چنفر اون شیارها یه مقدار بزرگتر بشن و حالا اینجا رو هم به این صورت اینجا کانکت 4 تا و چنفرش رو میکنم و اون شیارها رو باز این سمت هم براشون ایجاد میکنم. خب به این صورت. خب اینا رو باز باید شما انتخاب بکنید. میتونید با شیفت باز این کار بکنید،
کنترل شیفت، کنترل و شیفت اینجا همینطور و با هم دیگه اینا رو باز 10 سانتی متر رو به داخل اکسترودشون میکنم به این صورت. خب این شیارها تکمیل شد و حالا میرم سراغ پنجرهایی که اینجا دارم. خب این پنجره رو میتونم با یک سری کانکت یا حتی با کات کردن هم ایجاد بکنم. خب من میام این قسمت رو جدا میکنم برای انتخاب راحت تر. میرم تو پرسپکتیو و بین این قسمت و این قسمت میام کانکت میگیرم. میتونم میرم فرانت هم کانکت. خب دوتا اینجا خط احتیاج دارم، مقدار کوچیک‌تر و برم بالا تا اینجا به این صورت. خب حالا بین این یه سری کانکت میگیرم دوباره. اینجا طبعا 4 تا کامل و یک ناقص رو داریم. من میام به این شکل این 4 تا رو انتخاب میکنم. خب با این خطی که اینجا هست و چنفرشون میکنم، چون که این خط ناقصه ممکنه با شکل رو از بغل دفرم بکنم، ولی خب حالا دا مشکلی نیست، بعدا میتونیم رو درستش بکنیم به این صورت. خب اوکی میکنم و بین اینا دوباره یک کانکت میگیرم دوتا و به این صورت میرمشون بالا. خب تقریبا این شکل رو ما ایجاد کردیم، ولی این حالت مثلثی، البته اینجا ما 3 تا خط احتیاج داریم، رو کوچیک‌ترش میکنم و خط سوم رو هم باید خودم صورت دستی بیارم اینجا. خب از اینا یه اینست میگیرم، پنجره انتخاب، یه اینست رو داخل به صورت بای پولیگون و میتونم باز یک کانکتی بین اینها بگیرم، بین این خطایی که اینست شده. خب ببینید من برای اینکه بتونم خیلی راحت این کانکت ها رو انتخاب بکنم، کنترل میگیرم و روی اج کلیک میکنم و اج ها رو راحت انتخاب میکنم و دیگه نیاز نیست بریم یکی یکی این کار رو انجام بدیم. میام یک سری اج ها رو از حالت انتخاب در میارم، یعنی این اج هایی که اینجا هست رو میخوام از حالت انتخاب در بیارم. حالت ویندو کراسینگ رو فعال میکنم، آلت رو نگه میدارم و اینها رو از انتخاب خارج میکنم، کانکت میزنم به این صورت تا این حالت در مثلثی که میخوام اینجا به وجود بیاد. خب یه دونه کانکت و یه مقدار اینها رو باید جابجا بکنیم. خب این اینجا جواب نمیده و پس مجبوریم به صورت دستی این کار انجام بدیم. من باز اینجا میام و یک سری از اینها رو از انتخاب در میارم یا انتخاب میکنم، به این شکل میتونید رو انتخاب کنید. بک اسپیس میزنم چون احتیاجی به این قسمت ندارم، ورتیکس هاشون رو انتخاب میکنم و یه مقدار میدم پایین. خب این تکنیکی بود که در واقع اینجا به کار بردیم، میشه به 1000 روش این کار رو انجام داد و 100% نیست که شما حتما بخواید از همین روش استفاده کنید. خب برای این قسمت هم باید یه اصلاحی انجام بدیم، این نقاط گرفته بشه و در واقع به هم نزدیک بشه، چون ما اینجا نصف این کار رو باید انجام بدیم. خب من اینا رو میگیرم با اسکیل اینا رو به هم نزدیک میکنم و با موو کردن با این خط دوباره قرار میدم. خب این صفحه ها ایجاد شد، من انتخابشون میکنم و رو به داخل اکسترود میدیم یا میتونم اینجا اصلا دیلیتشون بکنم که فعلا این قسمت باز بمونه. خب پنجره اینجا ایجاد شد. خب یک سری پنجره هم اینجا داریم، ممکنه این مقدار ساده تر قرار بدیم یا نه مثلا مشکلات که اینجا داشتیم رو هم برای اینا داشته باشیم. خب این خطای اینجا رو میگیرم، ویندو کراسینگ خاموش به این صورت، کانکت اینجا هم میتونید همزمان کار انجام بدید. خب 2 تا خط احتیاج دارم، این مقدار
نزدیک بشم به هم و اوکیش کنم، میذارم بالا. خب ببینید اینجا یه مشکلی به وجود میاد، خاطر قوسی که این صفحه داره. این خطا رو وقتی میاریم بالا تمام قوستون رو خراب میکنید. خب من میتونم توی قسمت ادیت جیومتری کارم و قسمت کانسترینت بیام حالت اج رو انتخاب کنم، یعنی وقتی خط ها جابجا میشن از مسیر اج های خودشون تبعیت بکنن و شکل اج ها رو تغییر ندن و میرید خیلی راحت توی مسیر خودشون اینا حرکت بکنن. خب اینها رو اینجا میذارم، از حالت انتخاب میتونم در بیارم و قسمت پایین رو جابجا کنم به این صورت و این خط ها رو اینجا هم قرار بدم. خب این پنجره بین شیارها به وجود اومده و منم در واقع توی شیارها میام این کار انجام میدم. خب این صفحات داخل شیار رو میگیرم، به این صورت. خب اینا باید یک گرو بشن و رو به اطراف خودشون حرکت بکنن، مثلا قسمت ها احتیاجی بهشون نداریم به این صورت. خب میتونم اینها رو یه مقدار حالتشون رو بازتر بکنم با اسکیل. میتونیم اینها رو یه مقدار توی جهت اطراف خودشون بازتر کنیم. خب یه مقدار اینجا کار سخت میشه به خاطر اینکه توی دو تا جهت متفاوت هستش. خب من میتونم مجزا این کار انجام بدم، حالت لوکال رو انتخاب کنم که تو جهت خودشون اتفاق بیفته. اینجا که حالت نون رو باید بزنیم به این صورت. خب برای اینکه مجزا بشه از خطای پایین و با اسکیل اونها رو تکون نده، میتونم یه اینست گروپ رو از اینها بگیرم و اون رو در واقع اسکیل بکنم و بزرگشون بکنم به این صورت. خب این قسمت دیلیت میشه و خطاش هم این صفحات رو من باز اسکیل میکنم و در شکل بازتری رو بتونم اینجا ایجاد بکنم به این صورت. خب اینجا هم باز این اتفاق باید بیفته، حالت گرو و خب قسمت اضافی از انتخاب در بیاد. خب گفتیم این ست و اکسترود هم باز میتونه به ما کمک بکنه. اکسترود بای پولیگون رو میتونم باز هم لوکال رو میتونم به این شکل توی کارم داشته باشم و باز این صفحات یا دارم میتونه بازتر باشه. خب تمام پنجره اینجا هم به وجود اومد، باز صفحات داخلیش میتونه فعلا پاک بشه. بریم سراغ کپی کردن کار. گفتیم 1/4 کار مدل شد و برای اینکه این رو کامل بکنیم باید از تابع سایمتری استفاده کنیم. من تابع سایمتری بهش میدم، میرور سایمتری رو فعال میکنم و اون رو در جهتی که میخوام حرکت میدم. این کارتون فرانت انجام میدم که خیلی دقیق تر اتفاق بیفته به این صورت. خب دوباره یک تابع سایمتری احتیاج داریم برای قسمت پشت. محورش رو عوض میکنم به این صورت، حالت فیلیپ رو میزنم و توی نمای لفت این بار این کار رو انجام میدم. خب میرور فعال و به این صورت. خب اینجا یک سری پنجره داریم که باید اینها رو درستش بکنیم. خب یه قسمت هایی میبینید اینجا به هم نچسبه یا بالا ممکنه داخل هم بره، اینو باید جابجا کنیم که کامل بشه. خب برای قسمت پایین که اون چسبیدگی رو نداریم توی ادیت پولی اول من شو اند ریزالت رو میزنم، یعنی با جابجایی این اون سایمتری شما تغییر میکنه. یکی از مزیتایی که تابع سایمتری به شما میده میگه شما هر تغییری توی اون یک رو بدین توی بقیه قسمت ها هم تغییر ایجاد میشه. خب من یه آلت کیو میزنم و آلت ایکس رو هم میزنم که این آزادی رو بتونید به شکل تقریبا کامل شده ببینید به این صورت. خب کاری که بکنیم یک سری پنجره هست اینجا در بیاریم و قسمت زین اسبی زیرش رو بخوایم
تکمیل بکنیم تا این آزادی ما شکلش کامل بشه و بعد بحث نرم کردن آزادی داریم که یه سری تکنیک ها هست برای اینکه بدونید خوب این رو نرم بکنید و انجام بدید. خب اینجا میبینید یه مقدار باز میده، من این ورتکس رو باید کمی جا به جا بکنم به این صورت تا اینجا بسته بشه. خب بریم این پنجره اینجا در بیاریم که این پارت رو تموم بکنه و پارت بعدی بشه برای کاربندی زینسپی زیرش. خب من تو نمای لفت میرم و خب راست کلیک و اند ایزولیت رو میزنم تا شکل برگرده. آلت ایکس رو دوباره اینجا میزنیم تا بتونیم این شکل ها اینجا رو ببینیم. خب من یک کانکتی باید اینجا بگیرم. خب دوتا کانکت، یه مقدار اینا برم نزدیکتر و یه مقدار بیاد بالا. میتونم با اسکیل کردنش توی جهت عمود این رو صاف کنم. خب باز طبق همون روشی که انجام دادیم این خطا میاد بالاتر، کانکت میگیرم به این صورت. خب این مدل رو باید بازترش بکنیم و شاید بسید دستی خیلی راحت تر این کار. چند فرشون میکنم هر کدوم تبدیل به دوتا خط بشن تا این محدوده رو بتونم برای من ایجاد بکنم. خب این بار اجازه بدیم با یک روش دیگه این کار انجام بدیم. خب اینجا هم کانکت ها رو میگیرم، این رو میارم بالا تا اینجا باز حالت انتخاب در بیاد، این بیاریم وسط از حالت انتخاب خارج بشه و این هم بیاد پایین اینجا و خب دوباره این خط ها رو من انتخابشون میکنم و یک کانکت بینشون میگیرم به این صورت. خب سطوحش رو میخوام انتخاب کنم، باز میتونم کنترل بگیرم که این صفحات گرفته بشه یا اینکه به صورت دستی. خب چون حالت میرور هست زیاد نیاز به انتخاب ندارم، اینها رو اکسترود میکنم رو به داخل، میرم تو پرسپکتیو که شما بهتر بتونید این رو ببینید. خب اکسترود رو به داخل و اوکی و این سطح آخر رو هم دیلیت میکنم، این خط ها رو میگیرم و به سمت بالا میکشم تو نامه لفت روشون نشون میدم به این صورت. خب و باز خط های پایین رو این کار براش انجام بدیم. و اینها رو میکشم پایین بینیش. خب متوجه شدیم. خب شاید این مقدار راحت تر از روشی بود که ما اینجا ازش استفاده کردیم، ولی خب به هر حال میگم برای هر کاری روش‌های مختلفی وجود داره. خب باز اینجا فکر میکنم که یک قسمت رو ما جا انداختیم و عمریه که اینجا باید ایجاد میکردیم. من میتونم خب بوردر یعنی فضای خالی اینجا رو بگیرم و با شیفت و موو کردن این فضا رو ایجاد بکنم. خب کارمون تقریبا تکمیل شده و یک رنگ خاکستری رو بهش بدم که بهتر بتونید ببینید. شکل آزادی ما تکمیل شده و اینکه این شکل رو ما بتونیم خوب نرمش بکنیم. توی پارت بعدی تکنیکاش رو برای شما باز خواهیم کرد. خب امیدوارم که تا اینجا تمرین رو انجام بدید، در این حد این شکل رو به من نشون بدید تا انشالله من پارت بعدی رو بدم خدمتتون.
همتون به خدای بزرگ میسپارم. شب خوبی داشته باشین. امیدوارم که مدل سازی این کار براتون جذاب بوده باشه. خدا نگهدار.